یک مرد آمد در حالتی که روحاش میکرد و سراش میزد و داد و فریاد میکرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته بودن، همین روپروی پیغمبر گفت اینا محمد، اینا محمد، کجا است محمد، کی است محمد؟ گفته داد و فریاد کرده آمد و آمد. اصحاب کرام در اطراف رسول نشسته بودن، شما تعجب کردن این مرد چی دارد خدا داد و فریاد میکنه. رسول اشاره کردن که ببینید چی میگه. وقتی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او را پیشگیر کرد، گفت چی در داری برادر خدا؟ گفت محمد کدامیته؟ گفتم اونجا ششتگی است. گفت رسول صلی الله علیه وسلم گفت من به شما کار ندارم، به ایشان کار دارم، برای شما کاری ندارم. رحم باز کردی، گفت پیش من میرم. راهش باز کردن. رسول صلی الله علیه وسلم رو پروی پیغمبر تا اومد راست ایستاد، دستاش پیش بر گرفت. مردی بدکار، او زمان پیغمبر مردهای بدکارش هم خوش ادب بودن. آمد دست پیش بر گرفت، راست ایستاد، گفت یا رسول الله جنایت عظیمی کردم، خانم سوخت، قیامتم تباه و ویران شد، هر چیزی داشتم از دست رفت، چی کار کنم؟ چی سوید؟ چی توصیه میتی برای من؟ چی نصیحت میتی برای من؟ من چیکار کردم در کلاس کی رضای خدا را به دست بیارم؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم زار و ناله این پسر بچه را دید، که چی جنایت کردی؟ گفت که نمیتونم گپ زنم، دهنم پیش نمیره یا رسول الله. گفت گپ زن، من رحمت للعالمین هستم، الان تو گفتی من دعا میکنم خود گناه تا میبخشد. گفت نمیتونم یا رسول الله. گفت گناه تو از بین است یا زمین؟ گفت گناه ما یا رسول الله. پیامبر باز پرسید گناه تو از بین است یا آسمان؟ گفت گناه ما یا رسول الله از آسمان مزمین‌تر است. گفت گناه تو از بین است یا عرش خدا؟ گفت گناه ما یا رسول الله. گفت گناه تو از بین است یا اینکه زمین و آسمان؟ گفت گناه من. هر چیزی که رسول الله میگفت گناه من، گناه من، گناه من. گناه از بین بود، خیلی گناهی کبیره. پیامبر صلی الله علیه و آله اظهار کن چی گناه داری؟ گفت میترسم. چیکارت کنیم نباشم؟ گفت اندک مرا مهلت بده یا رسول الله، کمتر سکینه و آرامشی را چهره مبارک را تماشا کنم و وهم از دلم برود. با تماشای چهره مبارک من میگم چیکار کردم. اندک مهلتش دارد. گفت ایها الشاب قل، بگو ای جوان بگو چیکار کردی؟ اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استخوان-دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس بروید. یک زن دوست می‌داشتم، یک دختر دوست می‌داشتم، مثل بعضی بچه‌های ما دوست داری میکنن. دوست می‌داشتم و با او علا میکردم، با او سخن. در کلام عرب منشه زنا را از یک چیز میگیرند. میگه زنا از کجا سرچشمه بگیرد؟ اول علا شروع میشه. همین تلفن هایی که در دست داره، یه نمر هوایی اگر بزن یک کس میبردارش، یا یه نمر همین هوایی بزن یک کس هست که میبردارش. مرد است، زن است. عرب میگه اول کلام، اول علا میشه، ثم السلام، بعد چند وقت علا بس میشه سلام، بعد الجماع، بعد علا سلام شروع می، بعد سلام چی جماع شروع میشه. پس زنا منتشر شد. بنابراین راست گفت که گناهی وزمینه دارم. یک زن دوست می داشتم، گفت یا رسول الله شهوت زوری کرد. گفت با ایشان یک روز ملاقات شدم، گفت با همون زنا کردم. زنا کرد. چند مدت دیگر این زن ندیدم. گفت زنای کرده ای من در این زنک حمل پیدا شد، حامله شد.
9 ماه کامل شد. این زن که حاملش کلان شدن گرفت، قریب تولد آمد دعوا کرد مرد که تو زنا کردی، این حمل است گفت. و گفت به خاطر شرمنده نشه گفته زنه که گفتیم که تولد کن. تولد کرد کودک من به سنگ زدم کشتم گفت. اینم گفت چیزی ما را همون وسوسه ما را سکینه نداد، آرامش نداد. بعد همون جسد یعنی کشته کودک که من به سنگ زدم مجر کرده بودم میره سوزاندیمش گفت. سوزاندیم خاکستر او را در دریا گفتیم. ما گفتیم که سیر به همین پوشیده شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم که تماشاش کرد این بچه را که رو پاره پیغمبر گفتاد است. عرق از جبین رسول الله چنان ریخت که عرقهای کلان کلان بدن رسول الله صلی الله علیه وسلم لرزه گرفت. اصحاب همه گریستند، ناله کردند، داد و فریاد صحابه ها بلند شد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چشما را پوشید، اشاره کرد که برو گم شو بگم. برو بدبخت گفت که الان حاض خدا اگر از آسمان برای تر نابود کردن هلاک کردن یک چراغی که بزند یک بلای بفرستد، همین مردم همش دلای تو میلرزد. برو دهشت مردم آلوده نکن، چیزی که میشه بلایی که به بالا بیاد خودت بیای. گفت این مردم آزار نده. برای که جنگل در گرفت خشک‌تر همه میسوزد. بلا آمد، نگاه کنید، بلا آمد، ویروس آمد، همه را گرفت. بهترین علما و قاری ها را برد، بهترین دانشمندا و فضلا را از بین برد. اگرچه این بلا برای کافرها و یهودی ها و مسیحی ها آمدگی بود، دشمنای خدا این ویروس آمده بود، لیکن گفتم که جنگل در گرفت. شما بعضی حالات توسط شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تلویزیونی و محرم‌ها اگر ببینه جنگل ها در روسیه در میگیره، صدها هزار گکتر میسوزه، هر یک ارچه و چناری تر در فلک سر در فلک میسوزه، چپا میشود، علاوه است میسوزه. پیامبر صلی الله علیه و آله برو. این بچه ناامید شد، برو آمد رفت، گفت کارم تمام شده است. وقتی رحمت للعالمین رسول الله من گفت که برو کار تمام شده، کاری من تمام شده است. با مجردی برو آمدن جبرئیل امین آمد پیکی وحی. این بچه برو آمد از در، جبرئیل امین آمد گفت یا رسول الله خدا به تو سلام گفت. بعد از سلام گفت که بخشیدن گناهی بنده در اختیار محمد یا در اختیار خدا؟ در اختیار کیه؟ گفت اتاب کرد. رسول الله گفتم در اختیار الله است. گناه باید محمد صلی الله علیه و سلم محاکمه کند یا که الله؟ گفتن الله محاکمه میکند. پس چرا این بنده خدا را ناامید کردی؟ مگر نمیدونی خدا گفت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. نفهمیدی این آیت به شما نازل نشده بود؟ آره. چی است که جبرئیل گفت یا رسول الله وقت شما میگو این مردک میگفت که گناهی ما وزبین است، شما هر چیز را قیاس میکرد میگفت گناهی ما وزبین است، از زمین هم گناهی ما وزبین است، از آسمان هم گناهی ما، حتی الله محفوظ، حتی از عرش الهی. پس آخر همین بچه را پرسید که گناهی تو وزبین است یا که رحمت خدا؟ این مرد جنایتکار و رحمت خدا اصلا ما وزبین تر است. گفت یا رسول الله شما نفهمیده که این بچه گفت جنایتکار گفت که رحمت خدا از همه وزبین تر است؟ گفت فهمیدم. چرا ناامیدش کردی؟ چرا این بچه را از در این خانه خدا ناامید بیرونش کردی؟ گفت محمد جان من گفت صلی الله علیه وسلم وقت شما میگفته که گناهی تو از نفس یا زمین میگفت گناهی من، گناهی تو از یا آسمان میگفت گناهی من، ما 7 طبقه آسمان ملائکه هاش با سرداری من توجه داشتیم، تماشا داشتیم این منظره را. ما خیال کردیم که این یگان رکعت نماز قضا کرده ایم. شما توجه کرده وزنی سخن حدیثه؟ ما خیال کردیم گفت ملائکه ها که این یگان رکعت نماز قضا کرده است. مضمون حدیث یک انسان زنا میکند، زنای از همسدش تولد میکند و او را در شرکه میکشد، او
را میسوزاند، خاکسترش در دریا میپرتاید، گناهش از یک رکعت نماز قضا کردن وزن‌تر است. این مردم بالکلیه نماز نمیخونند. این مردم در تگاه دیوارا میشینند، از آن میشن مسجد نمیبیاید. این مردم شبها روزها در خانه ها خوابند، پروای نماز نیست. در خانه هر یک تا من و شما برادرای عزیز مسلمان 4 تا 5 تا 3 تا 2 تا مرد زن بچه دختر کیرین نبودگیشتا 2 تا 3 تا بینمازه، نبودگیشتا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا بینمازه. ببین یک رکعت نماز قضا کردنش گناهش بالاتر از کی باشه؟ پس الله میگه من گناهی را میبخشم. علیمی مرده که زنا کرده است توبه بکنه والله گناهش را میبخشد، اما گناه بی نماز را نمیبخشد. گناه چی؟ بی نماز را نمیبخشد. به این خاطر در اینجا حدیث رسول صلی الله علیه و آله میگه که شما مصیبت و بلا که آمد از خدا مرگ نخواهید، هیچ وقت آرزوی مرگ نکنید. بگه خدا عمر شما را دراز کنه، اگر مرد صالحی دراز کند با عمر دراز عبادت خدا کن. لیکن اگر گناهکاری بعد گناه خواهی نخواهی تو توبه میکنی. ذره ایمان اگر در بدن باشه توبه میکنی. توبه نمیکند از گناه کسی که او ایمان ندارد به خدا و پیغمبر، او از خدا و پیغمبر نمیترسد، دیگه او بی‌پروا است. گناه هم میکند، تکبرانه در توبه کردن هم دیگه تکبر میکند. یعنی این از همه بدتر است. بنابراین لحاظ کی است در بین من و شما میگه من گناه ندارم؟ هر کسی در دنیا بگه گناه ندارم احمقه. هر کسی بگه من گناه ندارم احمقه. این مردمی که 50 رفتن، 80 رفتن، 90 رفتن، 100 رفتن، 50 سال قبلش یک بار ورق بزن، این دیگه احمقتر دیگه کسی نیست. 50 سال عمر قبلیش ورق بزن، این حرامتر کسی نیست. از این ملحدتر و فاسقتر و فاجرتر و منافقتر کسی نیست. به 2 روز نماز خواندن تو یا یک بار حج رفتن آمدن خری عیسی رفت مکه مدینه آمد، همون خری قدیمه. خر آدم نمیشود. هو حمار خیرس است، گرگ است، سگ است، مگر او آدم میشود؟ نه. حسن بصری رضی الله عنه به پیش حرم بیت الله میگذشت، اولیای متقدمین است. حسن بصری امام است، امام مسلمین. مردم در حرم بیت الله طواف خانه کعبه میکردند. مریدا دیدن که حسن بصری در اون حرم بیت الله نمیدره، همین میگذره میره. یکی از مریدای عاشق و مخلص و محب و محبوب، استاد بزرگوار، پیر بزرگوار، آخی مردم لبیک اللهم لبیک گفت، داد و فریاد رساندند. این مردم گرد شمع توحید الهی چون پروانه چرخ دستن. چرا شما نمیدرایه؟ وقتی طواف است بیایید، طواف قدوم است یا طواف وداع است، نمیدرایه؟ مرید به اشاره کرد که بیرون برو. مرید اشاره کرد که بیرون برو. از حرم بیت الله مرید دویده برآمد پیش حضرت حسن بصری زیارت کرد.